در حالی که حکومت سرپرست از تأمین حقوق بشری در کشور نسبت به هر زمان دیگر سخن میزند، اما نهادهای جهانی حقوق بشری از نقض حقوق بشر در افغانستان نگرانند. این نگرانی ها تا چه اندازه بجایند و در صورت تایید نقض حقوق بشری در افغانستان این نهادها به شمول سازمان ملل متحد چه راهکارهایی را روی دست گرفته و تأثیر آن بر حکومت کنونی افغانستان چه خواهد بود؟ سلام، وقتان بخیر. من حامد بهرام هستم و آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری به افغانستان، مهمان این برنامه ویژه ماست. آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای اوضاع حقوق بشری در افغانستان، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. تشکر آقای بهرام. خرسندم این که بار دیگر با شما هستم و شما بلافاصله از تقرری من با من مصاحبه کردید و من بسیار خوشحالم که دوباره با شما هستم. بسیار تشکر. خرسندیم که شما را با خود داریم. شما به افغانستان آمده اوضاع را بررسی کردید. باورها بر این است که شما مشخصاً درباره اوضاع افغانستان آنچه رخ می‌دهد صحبت نکردید. در افغانستان چه می‌گذرد؟ شما درست میگویید. من حالا کار خیش را آغاز کردم و نخستین کاری که کردم به افغانستان آمدم و 11 روز سفر رسمی داشتم. من از شهر مزار دیدن کرده و به قندهار نیز سفر کردم و شمار زیادی از شرکا را ملاقات کردم. به آن برخواهم گشت. این من را در بررسی اوضاع کمک کرد. در پایان مأموریتم کنفرانس خبری داشتم و بیانیه‌ای را که ممکن شما آن را دیده باشید صادر کردم. گام بعدی من ترتیب گزارش به شورای حقوق بشری و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. بر علاوه این من به نظارت نزدیک از اوضاع ادامه داده تا با جامعه مدنی به ویژه با زنان و گروه‌های دیگر در تعامل باشم و همچنان بر تداوم تعامل با همه طرف و شرکا ادامه خواهم داد. با معذرت که سخنان شما را قطع کردم. من در کنفرانس خبری شما بودم و گفته های شما را میدانم، اما ملاحظات بر سفر 11 روزه شما وجود دارد، مبنی بر این که شما به شماری از ولایت های نسبتا امن و باثبات سفر کردید، در حالی که شما از مناطقی که گزارش ها حاکی از خشونت ها اند سر نزدید. چرا شما به آن مناطق نتوانستید سفر داشته باشید؟ من برای بررسی کلی آمده بودم، نه اینکه یک تحقیق را راه اندازی کنم. تحقیقات جریان داشته و آن شکل‌های گوناگونی دارد. سفر من از پیش تنظیم و از پیش موافقت شده بود که کجا باید سفر می‌کردم. من نه تنها این که تحقیق بلکه یک بررسی کلی از اوضاع داشته باشم. باید بگویم این که من خشونت‌های جاری را بسیار از نزدیک دنبال می‌کنم و نیاز نیست که بجای از بهر بررسی آن بروم. من معلومات دریافت می‌کنم و با گروه‌ها و افراد در تماس هستم. Don't need necessarily to visit places to do that. I am receiving information and I am in touch with groups and individuals. And do you believe the channel... و شما بر کانال هایی که به شما معلومات از نقض حقوق بشری ارائه می‌کنند باور دارید؟ But let me, you asked me about the human rights situation and I covered much of that in... شما درباره حقوق بشری می‌پرسید. بیشتر آن را در بیانیه مختصر در پایان مأموریتم پوشش دادم و تکمیلی آن را به شمول تداوم نظارت در هفته‌های نزدیک ادامه خواهم داد. آن را گزارش طولانی خواهم ساخت و یک گزارش در ماه دسامبر به شورای حقوق بشری پیشکش و همچنان گزارش دیگری به مجمع عمومی در اکتبر ارائه خواهد شد. در میان گذاشتن برخی از نگرانی‌ها ممکن به شما مفید باشد. نخست این که در افغانستان از سوی مقام‌های کنونی استقبال شده و وکالتنامه من پذیرفته شد. برایم اطمینان داده شد که افغانستان از تعهداتش در برابر حقوق بشری در مسیر پیمان‌های جهانی حقوق بشری که این کشور آن را تصویب کرده است پیروی می‌کند. برای من همچنان گفته شد که این زمان صورت می‌گیرد که در تضاد با شریعت نباشد. فکر می‌کنم این یک پرسش بسیار مهم است.
تا بر آن بحث صورت بگیرد، مبنی بر این که آیا معیارهای در حقوق بشر بین المللی وجود دارند که در تضاد با شریعتند. این بحث است که من میخواهم با شرکای خود به ویژه با مقامهای کنونی در افغانستان داشته باشم. Does conflict with Sharia? That is a discussion I want to continue to have with stakeholders, particularly the de facto Right, Mr. Bennett, right, okay. You were told about these things that they will comply with the... با شما گفته شد که آنان از پیمان‌هایی که افغانستان آن را امضا کرده‌اند پیروی می‌کنند. آیا شما پس از ترک اینجا پیشرفت‌هایی در این زمینه دیده اید؟ Almost 2 weeks that you're not here. What kind of changes have you seen? I expressed my concerns actually. I've said that if there are positive developments, در واقع من نگرانی های خیش را اظهار کردم. گفتم اگر پیشرفت های مثبت صورت گیرد گزارش از آن خواهم داشت و بی‌طرف، عادل و مستقل خواهم بود. حال بر حسب آنچه شما میگویید، من قبلا در بیانیه کنفرانس خیش گفتم که برخی نگرانی های وجود دارند. اجازه دهید که برخی آنها را مطرح کنم. اوضاع برای زنان و دختران نهایت جدی است. برخی از فرمانها از آگوست سال گذشته وجود داشتند که حقوق زنان را محدود کرده است و این نگرانی بزرگی است، نه تنها با آموزش دختران بلکه به کار زنان، شرکت آنان در جامعه و این یک نگرانی بسیار بزرگ است. and this is a great concern, not only to education for girls but for employment and participation in public life generally. This is a very big concern. And these are the questions that I have it right now here, Mr. Bennett, right? The human rights issue is too broad. و این پرسش‌هایی است که من نزد خود دارم. آقای بنت، موضوعات حقوق بشری بسیار وسیع است و یکی از میان آن حقوقی که توجه جهان را به خود جلب کرده است، بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران در کشور است. شما درباره این موضوعات با مقام‌های قانونی صحبت کردید. و شما در این مورد چی گفته شد؟ I was told I raised that issue in every meeting that I had. With the de facto authorities and also in all the meetings that I had with members of civil society and other stakeholders. And I had many more meetings with civil society. من این موضوع را در هر دیداری که با مقام‌های کنونی، همچنان در دیدارهایی که با اعضای جامعه مدنی، شرکایمان و دیدارهای دیگری که داشتم بلند کردم. مقام‌های کنونی برایم گفتند که آنان یک کمیته 9 نفره را ایجاد کردند تا اوضاع را از بحر بازگشایی مکتب‌ها بازبینی کنند. من از آنان پرسیدم که این کمیته چه زمانی گزارش می‌دهد و برایم یک تاریخ را مشخص کنید که چه زمان مکتب‌ها بازگشایی می‌شود. در حالی که هیچ تاریخ برایم داده نشد. شما حق به جانب هستید. این واقعا یک نگرانی جدی نه تنها برای جامعه جهانی بلکه مشخصاً و بسیار مهم برای افغان هاست. همه افغان هایی را که من دیدم میخواهند دختران را دوباره در مکتب ها ببینند. این بسیار انتقادی است و تنها نشانه ای نبوده بلکه نشانه های دیگر نیز هستند که زنان از جامعه ناپدید شدند و آنان نیم پیکری از جامعه هستند. بر بنیاد راهنمودهای حقوق بشر بین المللی که از سوی افغانستان تصویب شده است، باید مساوات میان زنان و مردان وجود داشته باشد. And according to international human rights instruments ratified by Afghanistan, there must be equality between women and men. Mr. Bennett, do you consider this move closure? آقای بنت، آیا شما این حرکت را به عنوان نقض حقوق دختران در کشور می‌دانید؟ Of course. کاملا. And what will be your next move as the reporter, a special reporter on the women's rights? خب گام بعدی شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد چیست؟ شما چگونه درباره افزای حقوق بشری در کشور به جامعه جهانی و نشست سازمان ملل در ماه دسامبر گزارش می‌دهید؟ You're right. I will continue to report on حق به جانبید. من بر گزارش درباره این و همچنان درباره همه موضوعات حقوق بشری به شمول موضوعات حقوق زنان ادامه خواهم داد و به گونه‌ای که گفتم این گزارش ها در ماه سپتامبر و اکتبر ترتیب خواهند شد. and in October. Mr. Bennett, you might be told as well about the reasons of the closure. آقای بنت، با شما در دیدارهای گوناگونتان با مقام‌های قانونی درباره عوامل بسته بودن مکتب‌ها در کشور گفته شده باشد. عامل عمده بسته بودن مکتب‌ها در کشور در چیست؟
دلایل مبهم بودند. آنها گفتند که دلایل تکنیکی در این راستا وجود دارد. برای ما دلایل مشخص داده نشد و برای من گفته نشد که مکتب‌ها بسته خواهند ماند. برای من گفته شد و من این را تکرار می‌کنم که گفتند یک کمیته در این بخش کار می‌کند و در این راستا گزارش خواهد داد. من پافشاری کردم که چی زمان این گزارش تهیه خواهد شد و چی زمان مکاتب دوباره بازگشایی خواهد شد. تا کنون درباره این سوال کدام پاسخی وجود ندارد. And what's your insight about this? It's all پس نظر شما در این باره چیست؟ نزدیک به 1 سال می شود که مکتب ها بسته مانده اند. آیا فکر می کنید که آنان به این زودی ها مکاتب را برای میلیون ها دختری که بی‌صبرانه منتظر رفتن به مکتب هستند بازگشایی خواهند کرد؟ It's a tragedy that girls are missing almost 1 year of school. این غم انگیز است که دختران صنوف متوسط نزدیک به 1 سال می شود که از مکتب رفتن باز ماندند. این یک نسل مهم است، یک نسلی که نیاز است پرورش یابد تا باشد که آنها آینده افغانستان باشند و بر بنیاد معیارهای جهانی حقوق بشر زنان باید یک نقش کلی را در جامعه افغانستان بازی کنند. این نظر شخصی من نیست. این چیزی است که قوانین حقوق بشر بین المللی می گوید. And do you think this move degraded Afghan value in the world? آیا فکر می کنید که این حرکت از ارزش افغان ها در جهان کاسته است؟ I would say that the decision not to reopen schools من میخواهم بگویم تصمیم این که دوباره مکاتب باز نشوند قراره که در 23 مارچ تعهد شده بود یک تاثیر جدی بر دید جامعه جهانی در برابر وضعیت در افغانستان خواهد داشت. فکر میکنم که این نه تنها نظر من است بلکه این چیزی است که دیگران نیز به من گفتند. این یگانه نگرانی نیست که وجود دارد بلکه نگرانی های دیگری هم وجود دارند، اما قراره که من فکر میکنم این یک لحظه مهم بود. but this was, I think, a pivotal moment. And you might have some insights as the United Nations Special Reporter. شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد شاید دیدگاهتان را در این راستا داشته باشید. اگر آنها مکتب‌ها را در افغانستان بازگشایی نکنند، اقدام بعدی جامعه جهانی در برابر امارت اسلامی چه خواهد بود؟ I'll be more specific about this. من در این باره خیلی سریع خواهم بود. وقتی گزارش رسمیم را تهیه کنم در این مرحله می خواهم بگویم من با آنهایی که احساس می کنند اعلامیه ها و کلمات تنها کافی نیستند و نیاز به عمل نیز است و باید درباره ادامه خشونت های حقوق بشری و حقوق زنان حسابدهی نیز باشد موافقم. And let's talk about the woman. اجازه بدهید که درباره خانم‌هایی که از کار کردن در جامعه محروم هستند صحبت کنم. این موضوع چقدر کشور را در بخش‌های گوناگون متاثر ساخته است. خوب من نمیدانم که منظور شما تاثیر گذاشتن بر اقتصاد است یا تاثیر روی بافت‌های اجتماعی کشور. اگر یک ارزیابی کلی در این راستا داشته باشید. پس خوب است که روی هر کدام آن صحبت کنیم. این پیش بینی شده است که دور نگه داشتن نیروی کاری خانم‌ها به سطح بزرگ 1 میلیارد دلار ضرر داشته است، اما این تنها موضوع اقتصادی و یا مالی نیست. این یک موضوع حقوقی و شرکت زنان به گونه کامل در جامعه است. بنابراین در این راستا برخی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی درباره کنار گذاشتن خانم‌ها در افغانستان وجود دارد که میتواند در هر کشوری باشد. همچنان میتواند در این راستا پیامدهای روانی و ذهنی نیز برای خانم‌ها وجود داشته باشد. در نهایت میخواهم در این باره بگویم که این تنها موضوع حقوق زنان نیست. انکار از حقوق زنان و دختران، مردان و تمام جامعه را نیز متاثر می سازد. حقوق وابسته به یکدیگرند. حقوق جهانی و غیر قابل تقسیمند. اگر شما یک حق را حذف کنید، در حقیقت شما تمام حقوق را متاثر می سازید. حقوق آموزش کودکان و حقوق جامعه برای داشتن یک فرهنگ غنی، چندگانه و قوی. They're universal. They're indivisible. If you remove one right, you affect all other rights. The rights of children to education and the rights of the society to being a rich, multi-layered, strong culture. Mr. Bennett,
آقای بنت، شما بسیار خوب وضعیت را ارزیابی کردید. قراره که درباره محروم کردن زنان از جامعه صحبت کردید و به گونه‌ای که من گفتم میلیون ها دختر از رفتن به مکتب ها باز مانده اند. این تمام چیزهایی است که در حال حاضر در افغانستان رخ می‌دهند. شما برای آنها چی کار را می توانید انجام دهید؟ Well, my role is to report to the خوب، نقش من این است که برای جامعه جهانی گزارش بدهم. من از سوی شورای حقوق بشری تعیین شدم. این شورا یک بخش فرعی مجموع عمومی است. من برای اعضای شورا گزارش می دهم. بنابراین مسئولیت من نزد اعضای شورا است. اما من احساس می کنم پاسخگویی من این است که حقایق مردم افغانستان را انعکاس بدهم و در این راستا از سوی مردم افغانستان قضاوت شوم، این که موفق بودم و یا خیر. بنابراین من در این راستا گزارش‌ها تهیه خواهم کرد و دست به کار خواهم شد تا جایی که من توان دارم. تا هنوز 2 ماه از این مسئولیتم می‌گذرد و پس از این مأموریت روی استراتژیم کار می‌کنم. من گزارش‌هایم را می‌نویسم و به زودی جزئیات درباره اقداماتی که می‌خواهم را شریک خواهم ساخت. And shortly there will be further information on the actions that I am going to recommend. Mr. Bennett, once you report on the situation... آقای بنت، زمانی که شما درباره وضعیت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش بدهید، شاید از شما به عنوان گزارشگر ویژه درخواست گزینه شود. شما در برابر حکومت قانونی چه گزینه‌ای را برای آنها پیشنهاد خواهی کرد؟ To take against the current terrorism in Afghanistan. I'm not in a position yet. من هنوز در آن موقعیت قرار نگرفتم که آن گزینه ها را مطرح کنم. من این موضوع را با شمار زیادی از افغان ها به بحث می گیرم تا ببینم که از دید آنها کدام گزینه ها بسیار مهم هستند. می خواهم به طور کامل مشوره کنم و نظریات یک شمار از جوامع افغان را در گزینه ها انعکاس بدهم. یقینا می دانیم که وضعیت بشری بسیار جدی است که تا اکنون در آن باره صحبت نکردیم. بنابراین فکر می کنم که این واقعیت را باید در نظر بگیریم. وقتی من به افغانستان آمدم، از شمار زیادی از افراد میپرسم که نخستین چیزی که شما به آن فکر میکنید بعد از اینکه صبح از خواب بیدار میشوید چیست؟ آنان میگویند که داشتن غذای کافی، وظیفه، داشتن امنیت و سپس داشتن آزادی و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی است. تا چه زمان باید افغان‌ها آرزوی این چیزها را داشته باشند؟ آیا باید تمام زندگیشان را با این آرزوها سپری کنند؟ آنها این چیزها را باید امروز داشته باشند، نه فردا. یقینا این ممکن نیست که بیدرنگ به گونه کامل مراقبت‌های صحی و آموزشی را فراهم کرد. این نیاز به زمان و پیشرفت دارد، اما هر چیزی که در دسترس قرار دارد باید برای هر کس در دسترس باشد بدون کدام تبعیض و بعضی از حقوق هم هست که باید همین اکنون داده شود. هیچ کس نباید شکنجه شود، هیچ کسی نباید ناپدید شود. هر کس باید دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت را داشته باشد، به شمول شماری از حقوق دیگر که اینها تنها چند نمونه آن است. Mr. Bennett, there are some fresh reports on the human rights violations. آقای بنت، اخیراً برخی نهادهای بین المللی حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها درباره نقض حقوق بشری در برخی از مناطق افغانستان به ویژه پنجشیر گزارش‌های تازه نشر کرده‌اند. موقف شما در این باره چیست؟ آیا شما کدام معلومات تازه‌ای از این مناطق افغانستان دریافت کرده اید؟ You know, the way I work as a rapporteur is that I am not issuing reports or statements every week. من حیث گزارشگر قسمی کار نمی کنم که به گونه هفته‌وار گزارش و یا اعلامیه صادر کنم، اما من روزانه این موضوعات را زیر نظر دارم و هر روز اطلاعات دریافت می کنم. من هیچ چیزی در آن اعلامیه ها ندیدم که من از آنها پیشاپیش آگاهی نداشته باشم که برای من خبری باشد، به خاطر که من این را مستندسازی می کنم و این را گزارش خواهم داد و در این قسمت کارهای عملی را پیشنهاد خواهم کرد.
من بسیار نگران هستم، نه تنها درباره گزارش‌های جدی نقض حقوق بشری در پنجشیر، بلکه به گونه‌ای که من در بیانیه‌ام اشاره کردم، من نگران گزارش‌ها درباره محکمه‌های صحرایی، ناپدید شدن‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه هستم. من نگران فروپاشی حاکمیت قانون هستم. نگران تبعیض و هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی هستم. I'm concerned about discrimination against and targeting of ethnic and religious minorities. Mr. Bennett, and this brings me to the question that I want to ask you that آقای بنت، این من را به این پرسش سوق می دهد که شما حرکت مقام‌های قانونی را درباره حقوق بشری چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا فکر می کنید آنان به حقوق بشری احترام قائلند؟ I think that one of the key issues is to close the gap between words and actions. فکر میکنم یکی از موضوعات کلیدی از میان برداشتن فاصله میان واژه ها و عمل کرده است. بنابراین زمانی که ما درباره اوضاع میشنویم، ما نیاز به نظارت داریم تا حقیقت آن را بررسی کنیم و مقام ها را درباره حقیقت آن مسئول بپنداریم. در حال حاضر توافق بر حقایق وجود ندارد. این بخشی از مأموریت من است تا حقایق را به گونه مستقل و بی‌طرفانه جمع آوری کنم. گزارش تنها به معنی تهیه معلومات نیست. این نخستین گام برای جوابگویی است و در نهایت جوابگویی یک مطلب اصلی است. That it should be a first step to accountability. In the end, accountability is key. and let's suppose that in your reports you might بیایید فرض کنیم که در گزارش‌های شما یافته‌های مبنی بر اینکه نقض حقوق بشری از سوی مقام‌های قانونی وجود دارند. آیا فکر می‌کنید این روابط میان جامعه جهانی و مقام‌های قانونی را آسیب خواهد زد؟ and the current de facto authorities in one and another way? This isn't my decision. What my role is to provide. این تصمیم من نیست. نقش من تهیه گزارش‌های دقیق، بی‌طرف و مستقل برای جامعه جهانی است. آنها مأموریت را تأسیس کردند که من مسئولیت آن را به عهده گرفتم، چون آنان درباره اوضاع حقوق بشری در افغانستان نگران بوده و خواهان ارزیابی و پیشنهادات بودند. آنان این را از من دریافت خواهند کرد و پس از آن تصمیم آنهاست که چگونه درباره آن عمل می‌کنند. As to how they act on it. And you may have some insights about this. شما ممکن دیدگاهی داشته باشید که آیا این همه تأثیر بر روابط میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهد داشت؟ As I said, it's not my decision. I will make my reports. به گونه‌ای که گفتم این تصمیم من نیست. من گزارش خود را ترتیب خواهم کرد و اعضای مجموع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر تصمیم خود را تا حد بر گزارش من و احتمالاً بر موارد دیگر نیز خواهند گرفت. تصمیم از آنهاست. Much other information and other considerations that they will take into account. It's their decision. Mr. Bennett, right. It brings me to the question that here. خب این من را به پرسش سوق می دهد که شما در آغاز سخنانتان تا حدی به آن پرداختید. در این روزها نقش جامعه جهانی برای محکوم نمودن نقض حقوق بشری در افغانستان منحصر به بیانیه و توییتر شده است. چی فکر می کنید؟ تا چه زمان تنها این بیانیه ها صادر شود؟ چرا گام های جدی در برابر همه نقض های حقوق بشری که در افغانستان صورت می گیرند برداشته نمی شوند؟ All those violations are happening in Afghanistan. I think we should not overrate the importance of Twitter or other social media, for example, in making decisions about and فکر کنم نباید در جمع‌آوری معلومات نقض حقوق بشری و یا هم تصمیم‌ها توییتر و یا هم شبکه‌های اجتماعی دیگر را بیشتر اهمیت بدهیم. ممکن این برای کسانی قابل استفاده باشد، اما زمانی که به تصمیم‌های جدی داخلی و یا هم بین‌المللی توجه می‌کنیم، نباید آن را تا سطح رسانه اجتماعی پایین آوریم. ما نیاز به معلومات دقیق، تایید شده و تصمیم گیری بر بنیاد آن را داریم. چیزی که نیاز است رهبری از سوی جامعه جهانی و توجه به افغانستان است. نگه داشتن نورافگن بر کشور یک بخشی از مأموریت من است و به همین خاطر من با شما صحبت کرده و بیانیه‌های عمومی صادر می‌کنم و همچنان نشست‌های مختصر را با گروه‌های گوناگون تدبیر می‌دهم، چون می‌خواهم که اوضاع در افغانستان از سوی جهانی در نظر گرفته شود تا اینکه جامعه جهانی رهبری و همچنان راهبری
پاسپورت را در دست داشته تا مردم افغانستان را پشتیبانی کند و در محراق این حقوق بشری را حفظ کند، چون حقوق بشر محور توسعه صلح و بنیاد و وقار انسانی است. Community to take leadership, to have strategy, and to take action to support Afghans. And at the core of this is to support the upholding of human rights, because human rights are core to development, they're core to peace, and they're fundamental to human dignity. Mr. Bennett, you said that you came here to... آقای بنت، شما به اینجا آمدید، اوضاع را یک بررسی کلی کردید. آیا برای یک تحقیق سراسری درباره نقض حقوق بشری که در اینجا صورت میگیرد دوباره برمیگردید؟ I am planning to do so. I'm hoping to do so. I don't have dates just yet. من چنین قصد دارم. امیدوارم چنین شود. برای فعلا روز مشخصی را در پیش ندارم، اما شما مطمئن باشید که من تقرر نیافتم که تنها یک بار به افغانستان سفر کنم. قصد دارم تا دیدارهای برگشتی داشته باشم و بر این تعهد کردم. به گونه‌ای که در نخست گفتم و میخواهم تکرار کنم این که مستندسازی و تحقیق همیشه رو در رو نبوده و کارهای زیادی از راه دور صورت میگیرند و بیشتر صورت گرفته است. Done remotely and is being done. Mr. Bennett, in a very short, if you can... آقای بنت، شما افزار را بررسی کردید. حالا بگویید آینده کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ You analyze the situation here. How do you foresee the situation or the future of country right now? I believe that the situation has been من باور دارم که اوضاع بدتر شده است. خواهان برگشت این وضعیت بوده و میخواهم شاهد پیشرفت باشم. من کار بسیار محدودی را میتوانم انجام دهم و نقش من گزارش اوضاع کنونی، اظهار نگرانی و دریافت امتیاز برای پیشرفت ها بوده و در وکالتنامه من نیاز است که افغانستان را به پیروی از پیمان های بین المللی همکاری کرده و با گروه های دیگر به شمول جامعه مدنی کار کنم. compliance with international treaties Right. and to work with others, including civil society. Mr. Richard, آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشری افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. Thank you, Mr. Barrow. تشکر آقای بهرام و تشکر برای فرصتی که دوباره با شما صحبت کردم. بینندگان عزیز از توجه شما هم سپاس.